مجموعه ویدیوی ارتش شیطان قسمت 8. مجموعه ویدیوی ارتش شیطان بیان کننده حقایق پنهان از دنیاست که از آنها خبر ندارد و دشمن انسان یعنی شیطان به کمک سربازانش از این بیخبری شما استفاده کرده و شما را اسیر خود می‌گرداند. قسمت 8 این مجموعه ارزنده و مفید اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را مورد بحث قرار می‌دهد. به نظر شما آیا این اعتیاد انسان به شبکه‌های اجتماعی و موبایل‌های هوشمند تصادفی است؟ آیا می‌دانید این شبکه چه ضررهای پنهانی را بر زندگی شما وارد می‌کند؟ آیا می‌دانید سازندگان این نرم افزارها با چه هدف این نقشه را اجرا می‌کنند؟ توصیه می‌کنیم حتما این قسمت را تا آخر دیده و زندگی خود و خانواده خود بخصوص فرزندان معصوم خود را از این فتنه بزرگ زمان نجات دهید و دیگران را از این خطر برحذر دارید. یک میلیارد من موبایل های هوشمند داریم و میدانیم که چقدر اعتیادآور است. یک کارمند سابق گوگل میگوید این تصادفی نیست بلکه یک طرح قصدی می باشد و او از تلاش های بیوقفه طراحان این نرم افزارها شاکی است که میخواهند همیشه ما را با این ابزارها مصروف نگه دارند. برای هر شرکتی که شیوه تجارت آن تبلیغات و یا وابسته به تبلیغات باشد، یعنی برایشان مهم است که مردم چقدر وقت را بالای تولیدات آنها سپری می کند. می دانید هر قدر مردم وقت بیشتری را مصرف کنند پول بیشتر گیر اینها می آید. پس اصل بازی این است که چگونه از روش های فریبنده استفاده کنند تا مردم وقت بیشترشان را صرف این تولیدات کنند و فردا باز هم بیایند. می دانید اندیشه‌ای که برای ساخت این برنامه ها به کار رفته، مثلا در فیسبوک که اولین برنامه بود، آن اندیشه این بود که چگونه وقت و توجهتان را جلب تولیدات خود سازید. این یعنی هر بار برای شما اندک دوپامین تزریق کنیم تا شما را به طرف برنامه خود بکشیم. چون وقت کسی عکس یا پست شما را لایک کند یا بالای آن کامنت بگذارد، باعث می شود که شما به مطالب بیشتر سر بزنید و در نهایت لایک و کامنت بیشتر گرفته و مصروف آن می شوید. این روند اجتماعی فیسبوک است. این دقیقاً چیزی است که هکرهای چون من به آن دست می یابند. چون در حقیقت شما از آسیب پذیری روانی مردم بهره برداری می کنید. من معتقد هستم که سازندگان این برنامه ها خواه من باشم خواه مارک، خواه کیون سیستروم که مالک اینستاگرام هست یا هر کسی دیگر، این را می دانستیم ولی با آن هم این کار را کردیم. من فکر می کنم که ما به نحو در اعماق ذهن خود این را می دانستیم که چیز بدی می تواند اتفاق بیفتد، اما نحو برداشت ما از آن اشتباه بوده. به نظرم این دقیقاً نقطه است که ما ابزار را طرح کردیم که ساختار اجتماع را از بین میبرد. ما فعلا در همین وضعیت قرار داریم. من همه شما را من حیث رهبران آینده توصیه می کنم که این موضوع را جدی بگیرید. اگر جانور را تغذیه کنید، او شما را از بین خواهد برد و اگر از آن دوری کنید، چانس برای حفاظت و مقابله با او را خواهید داشت و این زمانی است که مردم باید از این وسایل سخت دوری کنند. این دوپامین کوتاه مدت را که در برنامه فیسبوک ترتیب نمودیم جامعه را از بین میبرد. عدم نشست و برخاست واقعی، عدم همکاری، پخش اطلاعات غلط و دروغ. این مشکلی نیست که در آمریکا باشد و یا تبلیغ به نفع روسیه، بلکه یک مشکل جهانی است. بنابراین به نظرم ما در بدترین شرایط ممکن قرار داریم. این در حقیقت ریشه اخلاق و رفتار مردم با هم دیگر را از بین میبرد و من برایش راه حل خوبی ندارم. راه حل من این است که دیگر از این ابزار استفاده نمی کنم. می دانید شخصیت های بد ایده کثیری از مردم را کنترل می کنند تا هرچه دلشان می خواهد بکنند. واقعا در شرایط بد قرار داریم و این مشکل را خودمان به وجود آوردیم.
زندگیمان را در محور این حس دروغین تکامل یعنی پیشرفت قرار دادیم، چون با این سیگنال های کوتاه مدت مانند لایک ها و قلب ها تشویق می شویم و ما آن را ارزش داده و با حقیقت اشتباه گرفتیم و چیزی که در عوض به دست می آوریم یک محبوبیت جعلی و شکننده است که آن هم زودگذر هست و طوری که گفتم شما را بیشتر از گذشته تهی و خالی می سازد. درک نمی توانید اما روی شما کار می شود. اگر به چیز محتاج شوید زندگیتان با آن متمرکز می شود و دشمنتان شما را از طریق چیزی که با آن تمرکز دارید به راحتی کنترل می تواند. کنترل نمودن کسی از طریق شبکه‌های اجتماعی تنها به این معنا نیست که عکس و یا ویدیویی او را داشته باشید، بلکه شما می توانید برنامه‌های را نیز در آن شبکه قرار دهید که رفتار او را تغییر داده اخلاق و عقاید او را از بین ببرید و اینکه او را از ارزش‌های واقعی دور سازید. این چیزی است که آنها با شما می‌کنند. آنها ذهنتان را با این چیزها مصروف می‌سازند تا اینکه به موارد مهم وقت نداشته باشید. با بیان دیگر شما را با این شبکه‌ها برده سیستم خود می‌سازند و شیطان با این ابزار مخصوص وقت شما را می‌دزدد، چون با یک صفحه‌ای که حاوی محتویات نامحدود است شما را به دام انداخته و عمرتان را می‌مکد. در حقیقت تنها نشسته اید و با آن شبکه‌ها مصروف هستید و تصور می‌کنید که با همه دنیا در ارتباط هستید. این گونه است که مردم را از هم جدا ساخته و جوامع را رهبری می‌کنند. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says in the hadith, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. پاهای فرزند آدم در روز قیامت تکان نخواهند خورد و به هیچ طرفی نمی روند تا اینکه در مورد 4 چیز از او پرسیده شود. عن عمره فيما أفناه. در مورد عمرش که چگونه آن را سپری کرده. مثلا کسانی که به شبکه‌های اجتماعی معتاد هستند و فکر می کنند که من 5000 فالوور یعنی پیرو دارم. می دانید با آنها احساس یک موفقیت دروغین دست می دهد و وقت بعد از 5 یا طبق گزارش بعد از 9 ساعت در روز مصروف بودن با این شبکه‌ها همراهشان حرف بزنی و بپرسی که برای زندگی روزمره چه کردی و یا چه کار مثبت برای فامیلت، فرزندانت، والدینت، همسایه‌ات و یا برای امت اسلام انجام دادی. میگویند من چیز را در فیسبوک پست کردم و 200 لایک گرفتم و طبل راه می روند که گویی واقعا دستاورد مهم داشتند. The concept amazes me. واقعا برایم جالب هست. زندگی ما آنقدر وابسته به این شبکه ها شده که بناحق غم و تشویش ایجاد می کند. چرا؟ چون شما آنقدر وابسته شده اید که می خواهید بدانید دیگران چگونه زندگی می کنند و فقط چیزهایی را می بینید که خودتان در زندگی خود ندارید، که حتی داشته های خود را فراموش می کنید. و این واقعا برایم جالب هست. باز هم ببخشید این نظر شخصی خودم هست. آیا ما آنقدر پس شده ایم ضرورت داریم به دنیا نشان بدهیم که ما کجا هستیم، چی میخوریم و با کی هستیم؟ و آیا شما آنقدر پست شده اید که باید دیگران را تعقیب کنید؟ واقعا نمیدانم. مثلا وقتی مردم عکس سلفی میگیرند یا صرف طعام ظهر، الله جالب به نظر می رسد، اما تأثیری که بالای افراد و حتی زوجها دارد را نمی دانید. شاید زیاده روی کنم، اما به نظر من مردم در یک دروغ زندگی می کنند. این قیافه‌ای که دختران و حتی پسرها وقت عکس گرفتن و خود می گیرند چه نام دارد؟ چه نام دارد؟ نمیدانم چه نام دارد، اما به هر صورت عکس‌های خود را میگیرند و در اینترنت پخش میکنند. واقعا برایم جالب هست. اگر واقعا راست میگی چرا صبح وقتی از خواب بیدار میشوی عکس نمیگیری؟ چون هنوز آن چیزها در چشمت وجود دارد. خیر، تصویر انتخاب شده است. تصویر انتخاب شده است و من فقط وقت عکس میگیرم که در تعطیلات باشم و یا چیز جالب داشته باشم و کوشش میکنم که به دنیا نشان دهم که من این گونه زندگی میکنم. اما در حقیقت تو این طور زندگی نمی کنی. تو نیز مانند دیگران یک انسان هستی
و در نتیجه چیزی که رخ میدهد این است که والله من به مردم میگویم حتی اگر در زندگی خوش هستی آن را به دنیا نشان نده، چون مردم از تو متنفر خواهند شد و آرزو میکنند که چیزی را که تو داری آنها نیز داشته باشند و آرزو میکنند که الله آن چیز را از تو بگیرد و به آنها بدهد. اما برادرم، خواهرم، الله متعال آن را به تو نداده. الله تعالی میفرماید من در مورد چیزی که به شما ندادم نخواهم پرسید. چرا هر چیز را بر خود سخت میسازید؟ برادرانی که تمام روز را کار میکنند و با موتر این طرف و آن طرف میروند و هر زنی که در راهشان میآید نگاه میکنند و تحسین میکنند، الله اکبر، خانه میآید و میگوید من از همسرم خسته شده ام. بله، باید از همسرت خسته شوی. اگر 10% وقت را که زنهای مردم را میبینی برای دیدن چیزی که الله برایت داده تخصیص دهی، شاید زیبایی او را نیز تحسین کنی، اما این کار را نمیکنی. تو به چیزهایی که مربوط به تو نمیشود تماشا میکنی. تو میخواهی زندگی که از تو نیست را تجربه کنی. والله فقط زندگی خودت را بکن. Wallahi, just live your life. شبکه‌های اجتماعی از جمله بزرگترین فتنه‌های زمان هستند، چون این آسانترین راه برای دشمنتان یعنی ابلیس است که شما را کنترل نموده و مصروف خواهشات غلط بسازد و این چیز است که شیطان آن را بسیار خوش دارد. به خاطر داشته باشید زمانی که چیزی را در اینترنت پخش می کنید یا می نویسید که محتوای آن انعکاس دهنده بد اخلاقی باشد، عده کثیری از مردم آن را خواهند دید و خواند و هنگامی که فرد آن را ببیند گناه در حساب شما افزوده می شود و شما در قبال آن نزد الله متعال مسئول هستید. You know, subhanallah, there is a word that we might say. سبحان الله، بعض کلمات هستند که ما میگوییم و مردم اینجا میشنوند، اما کلمات هم هستند که شما آن را در اینترنت پخش میکنید و هیچ کنترل ندارید و نمیدانید که چقدر مردم آن را خواهند دید و چقدر مردم خواهند خواند. این چیزی نیست که فقط به زبان میگوییم، چون وقت چیزی را می نویسیم کسی دیگر آن را می خواند و آن را تکرار می کند. می دانید مردم را در کشورهای اسلامی دیده ایم که اسلام را ترک کرده اند و بر اثر مشغول بودن با شبکه های اجتماعی چون فیسبوک، توییتر و چتروم ها کافر شده اند. آنها در صفحات فتنه انگیز داخل می شوند و علم هم ندارند که با آن مبارزه کنند. همچنان زمانی که یک مطلب ضد اخلاقی را لایک میکنید، این لایک شما باعث می شود که آن شبکه اجتماعی آن محتوای ضد اخلاقی را به تعداد بیشتری از مردم پیشنهاد کند. حالا تصور کنید که گناه شما چقدر بزرگ خواهد بود اگر چنین محتوا را لایک یا با دیگران شریک کنید. هنوز فکر می کنید تمام اینها تصادفی هستند؟ ببینید که چه کسی در عقب ماموریت فیسبوک دست دارد. این ویدیو را دقیق ببینید. We're not going to yell at No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult. Look at that, making the world open and connected. Stream graph platform and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. انتقال اسرائیل کوچک به اسرائیل بزرگ. بر اساس اداره امنیت کشور، فیسبوک از سال تأسیسش یعنی 2004 بدین سو جایگزین همه برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات CIA شده است. بعد از سالها نظارت مخفیانه بر اجتماع، برایمان جالب است که مردم به خواست خود جزئیات زندگیشان را انتشار می‌کنند، که کجا زندگی می‌کنند، دیدگاه سیاسی و مذهبیشان چیست، لیست الفبایی دوستانشان، ایمیل آدرس‌های شخصیشان، شماره‌های تماسشان، صدها قطعه عکسشان، حتی جزئیات لحظه به لحظه زندگی خود را انتشار می‌کنند. این در حقیقت یکی از رویاهای CIA است که تحقق یافته. بیشتر این افتخار برمیگردد به مامور CIA مارک زاکربرگ، کسی که عملیات روزمره فیسبوک را به عهده دارد. این مامور گماشته شده که ملقب به سرپرست می باشد، در همین اواخر به منظور قدردانی از زحماتش در برنامه فیسبوک مدال فراست را به دست آورد. او فیسبوک را یکی از قوی‌ترین وسیله‌های کنترل مردم که تا به حال ساخته شده نامید. این شبکه‌ها به این منظور طرح شده‌اند تا شما را تنها نگه داشته و از حقیقت دورتان کند،
تا باعث ایجاد افسردگی و پخش معلومات غلط گردیده و باعث فتنه شوند، تا اینکه عقاید شما را از بین برده و سبب گناهان کبیره شوند، تا اینکه شما را از تفکر آزاد دور ساخته و حریم خصوصی تان را از بین ببرد و در نهایت شما را کنترل کند. دام دقیق شیطان. وقتتان را برای ارزش‌های اصلی صرف کنید و نگذارید که شیطان آن را بدزدد. اطفال معصومتان را از این دام برهانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید زمان مرگ که زبان بسیار سنگین می شود و شما نمی توانید بگویید سبحان الله و بحمده، بسیار وقتتان را در شبکه‌های اجتماعی صرف می کنید. و چیزی که بسیار عجیب است این است که اکثرمان در موبایل‌هایمان قرآن را داریم، ولی روزها میگذرد و ما قرآن را باز نمی کنیم. و باید بترسیم که این قرآنی که در موبایل و یا آیپد های ما است در روز قیامت می آید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت نزد الله متعال شکایت می کند. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای پروردگارم، قوم من قرآن را نادیده گرفتند. مسلمانان این کتاب را نادیده گرفتند. اگر خودتان خود را کنترل نکنید، دیگران شما را کنترل خواهند کرد. منتظر قسمت های بعدی باشید ان شاء الله. هرچی جز دین مردگی و هرچی جز سنت حزن.